سلام و درود خدمت شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین. چی آب چی هوای دوستان عزیز. در تابستان قسم آب هوای رویایی است. یعنی شما باور کنین که در تابستان آب هوا رو پیدا نمیکنین. گرم می باشه و سوزان. البته هنوز تابستان نشده، چند روز مانده، تقریبا چندین روز، 2 هفته دیگه مانده به تابستان، اما بهار هم به قدر گرم است که کمی از تابستان نداره دیگه. دوستان عزیز، ما در کجای کابل هستیم؟ ما در حدی مزار شهر کابل هستیم دوستان عزیز، در پیش مسترگری ها. همون تو پیش میریم، از حدی مزار دیدن میکنیم، نوبتش رسیده بازم و ببینیم که قبلا کامدیم خود نصف موترها تاکسی شده بود و نصف دیگهشون تاکسی نشده بود و تاکسی شدن بالایشون اجباری کرده بود. حالا بریم ببینیم که چه قسم شده، تاکسی شده موترها یا نشده، یا که لاین همون تو بی تاکسی روان است. میریم تو پشت این موتر که میبینید دوستان عزیز، از چاهای حفر عمیق است. دیگه این طرف هم دوستان عزیز مسترگری های حدی مزار شهر کابل است. حدی مزار دوستان عزیز مسترگری هایش نام داره، ایره براتون بگویم. مستری های بسیار لایق داره، بسیار مستری های خوب هستن. میبینید دوستان عزیز چقدر موترها بانتایشان بالا هست و بالایشان کار کرده میرن مستری ها. ببینیم اینجا دیگه دوستان عزیز آخرای کابل است. البته کابل مکمل کابل نه، ناحیه ابده دیگه بالاتر باز دروازه کابل است. اون طرف مربوط به ولسوالی های کابل میشه که شکردره است و گلدره است و استالف است، قره‌باغ است و جایا. اما ناحیه ها در همیشه باز ختم میشه، یعنی دیگه ما تقریبا در آخر کابل هستیم و ناحیه ابده از دوستان عزیز این منطقه. و من از همه چیز کردم یا هوا خوشم آمد، چقدر یا هوا زیباست، نفس کشیدن خوش آدمه. با وجود دیگه خاکباد است اما همی آفتاب نیست، اینمی آدم زنده میسازه. طرف دوستان عزیز دیگه قسم میبینین پرزه فروشی هاست و مستریگری هاست. این تو دوستان عزیز موترها تماما رنگ تاکسی شده از اینجا که معلوم میشه، اما در اولش بعض از آستانه های بنز است، مدلای سابقه که البته او دیگه باز کرایشان ارزان است. از دیگه دوستان عزیز موترهای پل خمری، موترهای مزار، موترهای تخار، موترهای کندوز و اینا میره. دقیقاً در این قسمت کابل باش دوستان عزیز که بریم. دوستان عزیز همون تو داخل حدی مزار میریم. هیچ قصی از میبینین موترها رنگرگی است، تاکسی های اطرافی سیاه که در کابل میرین. این موترها هم دوستان عزیز موترهایی هست که باز کرایشان ارزان تر است از دیگه جایا و بقیه جایا دیگه. این موترهای کابل، پل خمری، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، سمنگان، مزار شریف، شبرغان، سرپل، فاریاب، بامیان و اینجا میره که موترهای سوپر کشتم است، موترهای کرولا است، موترهای بزرگ است، فورد است. اینجا مردم جمع شده، نمیفهمم که چی گپ است دیگه. دخالت هم نمیکنیم، موتروان هستن بالای نوبتشان بعد از دعواها را می داشته باشن. خود دوستان عزیز هم تو برای خود ادامه میتیم کم کم، اما تو میریم به پیش و میریم و میبینیم آسمان فقط ببینین دوستان عزیز. پل خمری میره دوستان عزیز، نوبت پل خمری کابل است. ببخشید نوبت پل خمری کابل است. نوبت عزیز که از کابل بره پل خمری، نوبت از امو موتروان است. البته دوستان عزیز براتون بگویم سرکراهای کابل و جاهای دور مثل کابل اینجا نیست که مثلا اگه چی هم بگیریم چی نام داره که
در بستان بگیریم از گاهی سر افغانی حساب میکنن باز کم میکنن شه برعکس از او یه چنه میزنن کرایشان مکمل است تو چه قسم بر ثابت است اما بازم چنه زدن در خون ملت افغانستان است و هیچ زمان از چنه زدن دست بر نمیدارن این محترم اینه برآمد باشه که دیگه هر جا که میره سفرش بخیر باشه. طرف دوباره دوستان عزیز پرده فروشی ها و مستریگری ها است. آب و هوای امروز کابل دوستان عزیز آدم بی دیوانه میساز، دیوانه از شادی. خب دوستان عزیز زیادتر از این پیش نمیریم این طرف چون که چیز نیست، میریم مو طرف سرک هم تو دور میخوریم و میبینیم و اما تو میریم و پایین میام عدی مزار شهر کابل. اما هوا بسیار خوبی است دوستان این طرف اگه کلن آفتاب است. اینم دوربینه که گرفتیم یا کامera را گرفتیم باشه. بعض از دوستا هستن بعض از وقتا که در تامنایل ویدیو نوشته میکنم دوربین تو دوربین گفتی کامera است نامشو بیاد تو چرا دوربین میگی. بعض وقتا کامera نوشته میکنم میگن نه اصل دوربین است دیگه. ما هم خواستم ما هر دو کلمه‌اش استفاده کنم که نشه که با سرم قار شوین و در کامنت ها هر چیز بگوین. هتل شینواری دوستان عزیز این هتل دیگه خوب کش پش داره و خاطر از اینکه دریورها دیگه میان خسته و زله وجودی خوره که باز میگیرن دیگه میرن یک نان همون تو عیشتی میزنن دیگه. طرف هم دوستان عزیز روغنیات فروشی است، مسترگری هاست، دکان های خوراک فروشی است، رستورانت هاست و آب و هوای کابل دوستان عزیز و هر چند بار است تکرار میکنم شاید بر طاقت سکون شود واقعا توصیه است. این تاکسی های که تازه آمدین از اون طرف نوبتشان نرسیده و جایی نیست میاین و این طرف استاد میکنن اون نگرام اون هر دو تایرش پنچر کرده بودن. البته اینجا دوستان عزیز پارکینگ همچنان است یعنی از این موترام تایر شوا نداره. این موترها دوستان عزیز و تاکسی های اطرافی بسیار خوب است و بسیار عالی کار میکنه. اینجا دوستان عزیز تایر است و موبلاین. خوب دوستان نهایت گرامی امیدوارم از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال ما همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای آینده که ما در کانال اپلود میکنیم از دستتان نره و از دست نتین و جایهای مقبول شهر کابل بیننده باشین. نظراتتان همچنان برای ما مهم است دوستان نهایت گرامی. نظراتتان در بخش کامنت ها بنویسین. ما جایی را که میریم میبینیم برای ما بگوین که کجا را دوست دارین که ما براتون ویدیو تهیه کنیم و چیز انتقاد پیشنهاد یا هر چیز کم داشتین نوشته کنین بالای دو چشم ما دیگه. روزتان خوب و خوش و پر از برکت الهی. الله حافظ و مددگار همه تان.